اللهم صل على محمد وآل محمد. با این تشویق من مهمونم رو دعوت نمی کنم. یه مهمون خیلی درجه یک داریم، خیلی. پناه عزیزم رو تشویق کنین تا بیا. چه فرشته ای. ماشاءالله ماشاءالله. سلام علیکم. سلام. بیا جلوتر پناه داری. یه ذره پناه جان، یه ذره بیا جلوتر، یه ذره بیا جلو. بیا آها، رو به صحنه. سلام. خوشگل خانم. به به. خوبی؟ الحمدلله. چطورید؟ پناه جان شما خوبی؟ بله. چی آوردی برامون؟ میخوام داستان یونس رو بگم. ماشاءالله. پناه جان بگو قصه حضرت یونس رو ببینم عزیزم. خدا مهربون 124,000 تا پیامبر آفریده بود. یکی از این پیامبرا که تو سوره انبیا اومده ذوالنونه که همون یونس پیامبر. یونس تو شهر نینوا زندگی میشه. نینوا الان تو کشور عراق. یونس وقتی 30 سالش شد خدا اونو به پیامبری انتخاب کرد تا به مردم بگه بت پرستی نکنید، خدا رو بپرستید، همو اذیت نکنید، کارا بد نکنید. اما هیچ کس حرفشو گوش نکرد به جز 2 نفر. اسم اون 2 نفر تنوخا لوبی بود. لوبی یه جوونی بود، علم و سواد داشت. تنوخا یه پیرمردی بود که فقط خدا رو عبادت میکرد. حالا پیامبر چه دید هیچ کس حرفش گوش نمیکنه، رفت به خدا دعا کرد. گفت خدایا اینا حرف منو گوش نمیکنه، مسخرم میکنه، به هم میگن اگه یه بار جیجه بگه خدا رو بپرستید تو رو میکشی. و خودشم از شهر رفت. حالا مردم چه دیدن؟ عذاب داره آماده میشه تا بیاد. پشیمان شدن از بت پرستی، گفتن خدایا ما رو ببخش، ما جیجه حرف پیامبر تو گوش میکنیم. خدایا مردم رو بخشید چون خدا خیلی مهربونه. آفرین. خوشگله. آفرین. پناه قبل از اینکه ادامهش رو بگی، بقیه قصه رو بگی، این نقاشی های توه؟ برگرد ببین. اینا رو تو کشیدی؟ بله. همین قصه حضرت یونسه؟ بابا قصه، نقاشی، این اجرا، تشویقش بکنید. بفرمایید. خب بقیهش رو بگو پناه. حالا مردم چه دیدن؟ عذاب داره آماده میشه تا بیاد. پشیمان شدن از بت پس، گفتن خدایا ما رو ببخش. خدا هم مردم رو بخشید چون خدا خیلی مهربونه. حالا پیامبر چه نبخشیده بود، رفت سوار یه دونه کشتی شد. به نهنج یه دونه مچم کشتی خورد، کشتی تکون خورد. گفتن چی کار کنیم؟ گفتن باید قرعه کشی کنیم تا یه نفر رو بندازیم تو دریا که نهنج جونو بخوره، جیجه کل کشتی رو غرق نکنه. قرعه کشی کردن، 3 بار قرعه کشی کردن، اما هر 3 بار اسم یونس دارم. گفتن جیجه باید اینو بندازیم. انداختن تو دریا، نهنج جونو خورد
رفت تو شکم نهنج فهمید چه کار اشتباهی کرد مردم رو نبخشید تنهاشون گذاشته گفت خدایا منو ببخش من نباید مردم تنها میذاشتم خدا پیامبر رو بخشید خدا هم مردم رو بخشید هم پیامبر رو روز بعدش خدا به نهنج دستور داد که پیامبر رو از شکمش در بیار در حال کنار ساحل گذاشت اون خسته بود خدا یه دونه کدو حلوای آفرید تا زیر سایش استراحت کن بزرگ گوسفند اونجا بود از صاحباشون شیل بزرگ گوسفند رو گرفت خورد یکی دوزون بعد رفت به شهر نینوا به شهر خودش پیامبرم جیجه به مردم هرچی میگفت مردم گوش کردن پیامبرم جیجه اونا رو تنها نذاشت اینا از داستان قرآنی من ماشاءالله ماشاءالله. پناه جان یه سوال میپرسم خب یه سوال میپرسم جیجه سوال نمیپرسم اون قرمزه چی بود زیر نهنگه تو دریا؟ قرمزه پری دریا مثلا جا من اومده بودم اینجا داستان رو کاملتر تعریف کنم انصافاً پناه انقدر کامل تعریف کرد من داشتم فکر میکردم چی الان من باید تعریف کنم ماشاءالله خیلی خوب بود. حالا من یه نکته راجع به این داستان حضرت یونس عرض میکنم. یه نکته به حجت شما داستان حضرت یونس رو با ذکر یونسیه شنیدید. یه مقداری زودتر از اون مقداری که باید قوم خودش رو رها بکنه رها کرد. ببینید خدا به شاگرد اولا خیلی سخت میگیره. هر ماشینی سرعتش بیشتر باید ترمزش قوی تر باشه. اگه ترمزش قوی نباشه چون سرعت بالا داره میره اون کاری که برای ما اصلا ایراد نداره برای یه پیغمبر خدا حتما ایراد داره. برای همین مجازات عجیبی شد حضرت یونس. چی؟ به خاطر اینکه یک مقداری باید باز دوباره هنوز میماند حجت رو بر قوم خودش تمام میکرد. برای همین در همون ابتدای آیه دارد که و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، یعنی با حالت غضب قوم خودش رها کرد. تصورش این بود که من یه وظیفه‌مو انجام دادم دیگه. این برای ما ممکنه اشکال نداشته باشه ولی چنان بلایی سر حضرت یونس میاره چون که اونجوری که باید ترمز رو درست میگرفت نگرفت. در سوره مبارکه صافات داریم، حالا عزیزان بخونن این آیاتشو که فالتقمه الحوت و هو ملیم، دقیقا ماهی قورتش داد لقمش کرد در حقیقت و هو ملیم، در حالتی که واقعا سزاوار سرزنش بود دیگه. سزاوار سرزنش. اون کسی که وزن سنگین میزنه تمرینای سنگین هم باید بکنه. المپیکیا تمرینای سنگین میکنن. بعدش خدا میگه فلولا انه کان من المسبحین، اگر تسبیح نمیگفت اگر غلط کردم نمیگفت فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت تو شکم ماهی نگرش می‌داشتیم. بعدش هم دارد که فنبذ بالعراء و هو سقیم که تعریف کردن که انداختش ماهی انداختش تو صحرا در حالت مریضی و انبتنا علیه شجرة من یقطین فالتقمه الحوت وهو مليم الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه فنبذناه بالعراء
داستان اینه که برادر من، خواهر من که به قرآن اعتقاد داری، الان اینجا نشستی یا پای گیرنده ها داری نگاه میکنی ما رو، شما تکلیفت با تکلیف بقیه فرق داره. شما نگو که خب منم مثل بقیه. نه، شما مثل بقیه نیستی، شما به قرآن اعتقاد داری. یه کسی که به قرآن اعتقاد نداره یا اعتقادش کمتره، نسبت به شما وظیفه شما به شدت سنگین‌تره. به شدت وظیفه شما سنگین‌تره. این ذکر هم به عنوان ذکر یونسیه که توصیه کردن که این ذکر رو بگید، به خصوص در سجده این ذکر رو بگید، تو همین آیه اومده. محتواشو دقت بکنید چیه؟ میگه و ظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات. در ظلمات ندا داد، داد زد دیگه که چیه؟ فنادی فی الظلمات ان از لا اله الا انت شروع میشه این ذکر. لا اله الا انت، خدای فقط خودت، only God. لا اله الا انت سبحانک، تو منزهی، من غلط کردم. انی کنت من الظالمین، من اشتباه کردم. اگه اینو کسی بتونه درست بگه، خدای تو منزهی، من غلط کردم. خب خدا میگه چیه؟ انی کنت من الظالمین فاستجبنا له، ما جواب او رو دادیم و نجیناه من الغم، و او رو از غم نجات دادیم. بعدش میگه و کذالک ننجل مؤمنین، ما مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم از غم. یعنی باید بره در ظلمات، نه ظلمت فیزیکی لزوما، در ظلمات بگه که خدایا تو منزهی، من غلط کردم. نندازه گردن خدا. خدایا چرا با من این کارو میکنی؟ چرا منو مریض میکنی؟ چرا تو منو گرفتار کردی؟ چرا منو انداختی تو راه شر؟ نه، بگه خدایا تو منزهی، من غلط کردم. اگه اینو بگه و کذالک ننجی المؤمنین. و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. ارجاع میدم شما رو به پادکست حضرت یونس که آقای قاسمیان عزیز و حامد جان، با تلاوت حامد جان توضیحات بیشتر رو اونجا بشنویم، به افتخار همه عزیزان من. خب اما این پناه خانوم عزیز ما که اینجاست، اصلا ماجرا از پناه شروع شد. بله.
تشویقش بکنین. مادر عزیز پناه رو بفرمایید خانوم، بفرمایید. خب خوش آمدین، بفرمایید. یه سلام علیکی. سلام عرض می کنم خدمت اساتید محترم، حضار گرامی و بینندگان عزیز. خدا به شما ببخشه. هم پناه رو هم اون کوچولو اسمش چیه؟ پریما. پریما رو هم تشویق کنی. البته که پدرشون هم تو جمع ما هستن، پدر عزیزشون هم تشویق کنی. شما با پناه این قصه ها رو کار میکنین؟ از کجا شروع شد؟ از کجا علاقش رو فهمیدین؟ من قبل اینکه پناه و باردار بشه، یعنی وقتی پناه و باردار شدم، خب همه پدر مادرها دوست دارن اولاد سالم و صالح داشته باشن، ولی مادرها به جز اینا دوست دارن بچه‌شون خوشگل و باهوش هم باشه. من اومدم سرچ کردم که مثلا چی مصرف کنم یا چه دعایی بخونم بچه خوشگل بشه یا باهوش بشه. به یه سری اعمال مذهبی برخوردم که مثلا سوره یوسف رو بخونید، فوت کنید به انار 40 روز پشت سر هم بچه زیبا میشه، یا سوره یاسین رو به فوت کنید بخورید، یا مثلا یه ختم قرآن واسه سلامتی امام زمان. تقریبا 90% این اعمال رو انجام دادم من. حالا جریان از اونجای شروع شد که پناه چند وقت پیش یهویی تو خواب با گریه و جیغ از خواب بیدار شد. دیگه خیلی میترسید، خواب بد دیده بود. بعد حالا پناه خوابتو میخوای بگی چی دیدی؟ شیطان میدیدم میخواست به من آتیش بزنه، منو با خودش ببره. عجیب. خوب. غلط میکنه بعد شیطان. حالا این جریان دوباره روز بعدش تکرار شد. دیگه خودم هم خیلی ترسیده بودم. ببخشید خانم قاسمی، پناه جان نگاه کنی همون چیزی که دیدی کشیدی، برگرد ببین اون نقاشی رو. این بود؟ بله. خب همینجور 2-3 مرتبه تکرار شد. خودم هم خیلی ترسیدم. این جریان حالا با مامانم در میون گذاشتم. گفت شروع کن سوره‌های کوچیک رو با پناه کار کن، قبل خواب ناس و فلق و اینا رو یاد بده. اینا رو اگه بخونه حتی بهش بگو اگه خواب بدم دیدی تو خواب دیگه نمیترسی. حالا من خیلی مثل مامانم ایمانم قوی نیست، ولی سعی نکردم اینو به پناه بروز بدم. شروع کردم بعد 3-4 شب که همینجوری خوابای ترسناک میدید. حالا همه بچه‌ها واسه پدر مادرشون زیباترین بچه‌ن. من حس می‌کنم پناه هم یه زیبایی خاصی داره. خودم اینجوری حس می‌کردم که انگار یه سری موجودات میخوان اذیتش کنن. همچین حسی داشتم. شروع کردم اون روز کلمه به کلمه گفتن سوره ناس و پناه هم تکرار کرد. یعنی در کمال ناباروری اصلا خودم درمونده شده بودم. اون روز تا صبح پناه با آرامش خوابید. دیگه اصلا خبری از اون خوابای ترسناک نبود. و دیگه ادامه پیدا کرد دیگه این شد جزو روتین زندگی ما. پناه انقدر وابسته شده بود اصلا با شوق و ذوق مامان بازم یاد بده، یه سوره دیگه یاد بده. همینجور که به پناه یاد میدادم پریما هم کنارش یاد گرفت کلمه های آخرشو. خواهید بخونید با هم دیگه یه سوره بخونیم؟ بسم الله الرحمن. پریما بگو. حالا هنوز موتورش روشن نشده، بزنین آروم آروم. خب دیگه بعد این که اینا شروع کردن قرآن خوندن اصلا دیدم خلقیات بچه ها عوض شد، آرومتر شدن، آرامش بیشتری داشتن. خودم هم یه سری حالتهای افسردگی، کم انرژی بودن داشتم. مثلا فضای خونه حس می‌کنم خیلی سنگین بود. دیگه کنار بچه ها منم یاد گرفتم، حفظ کردیم سوره ها رو. خودم اصلا واقعا حس میکنم نور وارد زندگیمون شد، برکتمون، روزیمون بیشتر شد. اصلا آرامش قبلش اهل قرآن نبودین خیلی؟ دیگه بعد به دنیا اومدن پناه با بچه داری و اینا وقت نمیکردم، نمیخوندم. قبلش که گفتین خب پناه دوران بارداری الان چه خوابایی میبینه پناه؟ آره. بعد از این که قرآن گوش میکنه، قرآن حفظ میکنه، اون خوابو میبینه. پناه جان پناه شنیدی حسنین جان چی پرسید؟ خب بگو. الان میبینم تو خواب پلانسس شدم. این همون پرنسسه؟ پناه این همون پرنسسه؟ بله. ای جانم. از اون نقاشی قشنگتری ماشاءالله.
آیات زیادی هست، من یکیشو عرض میکنم. یه نکته هم میگم، البته نمیخوام خیلی جادوییش کنم مطلب رو، ولی عزیزان به این دقت داشتیم. ما یه سری جن داریم، جن خوب داریم، جن بد داریم. بله. این تو خود سوره مبارکه جن آمده است که وَأَنَّا مِنَّا المسلمون و مِنَّا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. یه سری جن مسلمون داریم، مسلم داریم، یه سری جن بد داریم. یکی از بحث‌های مهمی و شاید مهمترین مبحثی که ما در خلاصه دفع شرور جنیان بد داریم همین نکته قرآن خوندنه که حافظم همینو میگه که زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. خوب آیه رو دقت کنین. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. یعنی وقتی که شما قرآن میخونی بین تو غیر مؤمن یه حجابی و دیواری و حائلی میفته که خود اون مستوره، یعنی دیده نمیشه. نه اینکه اون حجاب ساتره، خود حجاب مستوره، یعنی حجاب دیده نمیشه، یعنی با یه سری موجود انسان فاصله میگیره. و توصیه هم میکنیم به شدت به قرآن خواندن در خانه، اذان گفتن حلقومی در خانه، اذان گفتن حلقومی، اذان گفتن زنده. داستانها و روایت ها داره اینها که من کاری ندارم باش. اذان گفتن حلقومی یعنی که موقع اذان خودتون اذان بگید، اذان زنده بگید. خب و صدقه بدید. آقا عالم خیلی پیچیده است ولی شما لزومی نداره پیچیده عمل بکنید. نمیخوام وصلتون بکنم به یه عالم کار پیچیده که برید اونجا دعا بگیرید، اونجا طلسم فلان، اونجا نه، صدقه بدید، قرآن بخوانید و به خصوص برای این اتفاقات اذان حلقومی بگید، اذان زنده بگید. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. تو خونه هاتون هم مجلس قرآن بذارید، همین دور خانه نورانی میشه. نه به بیوتکم به تلاوت القرآن. ماشاءالله اینجا گل‌های زیادی هست و یک گلی هست که اصلا یعنی تازه تر می شود. و گفته ما افغان ها شته نمی شود، یعنی و گفته شما ایرانی ها میگین فکر کنم پلاسیده همچون حالتی هست، نمی شود. این گلی که در بین ما هست پناه خانم هست، بسیار زیبا هست خودش، یعنی یک نور خاصی دارد، خداوند برایشان عنایت کرده است، زیبا هست. و یک شعر بسیار زیبا است که من تقدیم ایشان میکنم. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. حافظا در کنج فقران خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. پناه جان، میزبانای ما رو میشناسی که؟ میدونی اسمشون رو میدونی؟ بگو ببینم.
از اون ور. امو هلو. اما هلو حبیبی، من و حامد فدات بشیم عزیزم. من گفتم از اون ور بگی ها، از این ور شروع. آره از متاسفانه خوبان شروع کرد. اون نگفت عمو گلو. خب دیگه کیو میشناسی؟ قاسمیان. عمو غلام، حاج غلام رضا. خب عمو احمد. تو خوابم دیدی خوابای اولو؟ ادامه بده. ادامه بده. خب سر این دوتا هنگ امو کرده. شاکر. عمو شاکر. خیلی خوب. خب قربونت برم. میشه بیاین در مرکز صحنه؟ خانم قاسمی بفرمایین با بچه‌ها. پناه جان بیا. خب پناه یه سوره برامون بخون ببینیم پریما هم با تو میخونه یا نه. بسم الله الرحمن علم تلا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل یا حبیبی. و ارسل علیهم طیرا ترمیهم بحجارة فجعلناهم كعصف مأکول. موافقی یه سوره دیگه هم بخونه؟ یک سب بخون. أرأيت الذي يكذب فذلك الذي يدعو ای جان. ولا يحض على طعام المسكين فويل الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون. خب پناه الان تو با پریما خوندی، دیگه دوست داری با کی قرآن بخونی؟ با مامان؟ بابا؟ با ستیا. ستیا کیه؟ ستیا خالمه. ستیا خانوم دیگه. خاله تو جمع ماست؟ خاله ایشونن؟ خاله بفرمایین. ستیا خانوم بفرمایین. بیاد رو صحنه. بفرمایین. همچین گفت خاله، من الان گفتم بفرمایین. سلام خانوم، بفرمایین. تشویقش کنین. خاله رو بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. خب آمد جان حیفه دیگه، بیاین بالا. بیا تست بگیریم. بیا. آره بیا. تشویق بکنید حامد و حسنین عزیزم رو. بابا عید درست تشویق کنید. سلام. بیا عزیز. بیا عزیز دلم. رهبر موفق باشید. خب بذارید که با نام مبارک ائمه هدا تموم کنیم حضور این سه تا گلمونو. اول امام غلام بگو. دوم امام حسن. سوم امام جانم. چهارم امام بلند بگو. سجاد. پنجم امام محمد باقر. ششم امام بلند بگو. دپد ساده. جانم. هفتم امام
تازه ای قربون. هشتم امام، ادا ندا نهم امام، جفر سازه خدا. دهم امام، این نقی یازدهم امام، چیه شاید زمان آه خدا. دوازدهم امام، مطیه شاید زمان صاحب الزمان. خدا حفظشون کنه. آمین یا رب. از طرف برنامه محفل یه پلاک ونیکات تقدیم پریمان میکنیم که ایشالله چشم نخوره، تشویقش بکنیم. پلاک طلای ونیکات. آقا راجع به چشم سخت نکته کوتاه برامون میگین؟ ببینید این بچه‌هایی که میان اینجا خب به عجل از یه سطحی بالاترن که اینجا میان و در معرض چشم هستن. برخی از چشم ها هست که ما اینو داریم که این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم. بعضیا چشم میزنن، گاهی اوقات خود مامان باباها چشم میزنن، یعنی انقدر از محبت زیادشون چشم میزنن. برای همین واقعا برای این بچه‌ها صدقه حتما کنار بذارید که اگه دیده شدن و این همه چشم به سمت اینها متوجه شد انشالله از آسیب‌ها به دور باشن. صدقه دیگه اقلشه و رایجه دیگه، یعنی برای جمیع بلایا از جمله چشم زخم صدقه یادتون نره. دم شما گرم. خانواده عزیز قاسمی رو، پریماه و پناه و خالش ستیا رو جانانه تشویق کنیم. ممنونم. بفرمایید. دم افطاری برای همه ما، برای همه مردم ایران، برای همه جوانای این سرزمین دعا کنیم. خدا، رسول، علی، فاطمه گواه منند، کسی به حسن و ملاحت حسن نخواهد شد. خدا حافظ.